آیا جعل مدرک تحصیلی جرم محسوب می شود؟ بله، جعل مدرک تحصیلی دانشگاهی توی ایران جرمه و حتی استفاده از مدرک جعلی با علم به جعلی بودن اونم جرم جداگونه محسوب میشه. طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی اگه کسی مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه، ریزنمرات دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه تحصیلات خارجی رو جعل کنه یا با علم به جعلی بودن اون ازش استفاده کنه، علاوه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 3 سال محکوم میشه. اگه مرتکب از کارکنان وزارتخانه، سازمانهای دولتی، شهرداری یا نهادهای انقلاب باشه یا در جعل و استفاده از مدارک جعلی دخالت داشته باشه به حد اکثر مجازات محکوم میشه. پس 2 حالت مهم داریم. اول، ساختن یا دستکاری مدرک دانشگاهی مثل جعل دانشنامه، گواهی اشتغال به تحصیل، ریزنمرات، تاییدیه تحصیلی یا ارزشنامه مدرک خارجی. حالت دوم، استفاده از مدرک جعلی. مثلا شخص مدرک جعلی رو برای استخدام، ارتقای شغلی، گرفتن امتیاز، ثبت نام یا ارائه به اداره استفاده کنه. حتی اگه خودش مدرک رو جعل نکرده باشه، اگه بدون مدرک جعلیه و استفاده کنه، بازم قابل تعقیبه. البته که هر پرونده جزئیات مربوط به خودشو داره. اگه سوال حقوقی دارید، میتونید به صورت کاملا رایگان توی دایرکت از ما بپرسید. سایت استاد وکیل ustadvakil.com، پیج اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی ما @ustadvakil_com. جهت مشاوره تماس بگیرید 0991 595 7342. دکتر کیان.